کوفی عنان بعد از ملاقات با رهبر ایران گفت: من با اینکه اهل غنا هستم درباره کشور خود به اندازه ایشان اطلاع ندارم. ایرانی‌ها و مسلمان‌ها باید افتخار کنند که چنین رهبری دارند. ای کاش ایشان دبیر کل سازمان ملل بودند. ایشان از همان ابتدای ملاقات قلب مرا تسخیر کردند. من با شخصیت‌های مختلفی از جمله ژاک شیراک و هلموت کوهل دیدار داشتم که به شدت تحت تأثیر قرار گرفتم، ولی در ملاقات با ایشان احساس کردم هنوز کسی را مثل ایشان ندیدم. شخصیت معنوی ایشان چنان مرا تحت تأثیر قرار داد که پیش خودم فکر کردم چرا شخصیتی مثل من باید دبیر کل سازمان ملل باشد. پس از این دیدار شخصیت‌هایی که مرا جذب کرده بودند همه را به فراموشی سپردم. همیشه معتقد بودم شخصیت‌های معنوی و عرفانی از مسائل سیاسی اطلاعی ندارند، ولی در دیدار اخیرم ایشان را در اوج قداست شخصیتی سیاسی دیدم که آنچه از سیاسیون بزرگ در ذهنم بود همه را پاک کردم.